سلام. خیلی از شما با ما تماس گرفتید و گفتید که آیا ما میتونیم بعد از مهاجرت به قبرس شمالی کسب و کار خودمون راه بندازیم و یا بیزنس مربوط به خودمون راه اندازی کنیم. برای همین ما تصمیم گرفتیم یه سری ولاگ تهیه کنیم در مورد بیزنس هایی که هموطنای خودمون و هموطنای ایرانی توی قبرس شمالی راه اندازی کردن. توی اولین قسمت از این سری ولاگ ها به کافه لیلی اومدیم که تازه افتتاح شده. بیاید با هم بریم توشو ببینیم. همینطور که می‌بینید فضای خیلی زیبایی داره این کافه رستوران. این کافه رستوران تازه 2 هفته از راه اندازی شده و مراحل اداری راه اندازی و مجوز اداریش بین 1.5 تا 2 ماه بیشتر طول نکشیده برای راه اندازی و مجوز اداریش گرفتن. این کافه علاوه بر کافه و شربت‌های خوشمزه‌ای که داره، منوی پیتزاش کامله و هر روز یه غذای ایرانی داره که وعده نهار و شام شما میتونید سفارش بدید و ازش استفاده کنید. یکی از امکانات خوبی که این کافه داره اینه که شما میتونید از انواع بورد گیم‌ها اینجا استفاده کنید، با دوستاتون گروهی بیاید اینجا بازی کنید و لحظات خوبی رو داشته باشید. یه جای دیگه هم بهتون نشون بدم. علاقه‌مندی به PS5، 2 تا دستگاه PS5 اینجاست که شما میتونید بیاید اینجا با هم دیگه مسابقه بدید، کلی کلکل کنید و لذت ببرید. خب این اولین قسمت از ولاگ‌های معرفی مشاغل ایرانی توی قبرس شمالی بود. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. یه نکته هم به شما بگم، همونطور که می‌دونید شرکت ما در زمینه راه‌اندازی کسب و کار و بیزنس شما میتونه به شما کمک کنه و ما از اول تا آخر راه در کنار شما هستیم. با همکاران ما تماس بگیرید.